السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، یکی از اسماء الله الحسنا السلام هست. ما اسم السلام الله را چه قسم بفهمیم؟ به شکل بسیار مختصر و خلاصه یاد بگیریم و مطابق از او زندگی بکنیم. اول باید بفهمیم که السلام از اسماء الله الحسنا هست که در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام. دوم، سلام ذاتی هست که در ذات خود و صفات خود و افعال خود از هر عیب سلامت است. یعنی الله را اتو میشناسیم که او ذات السلام هست، یعنی ذاتش از او عیب هایی که دیگرها دارن، از هر عیب و از نقصان، صفاتش، افعالش، کلش از این احکامش، کلش از این عیب ها چی هست؟ پاک و منزه و سلامت است. سوم، السلام هم میشناسیم که السلام ذاتی هست که از تمام چیزهایی که مخلوقان به او محتاج هستند، از او چیزها الله سبحانه و تعالی سلامت است. ما را خو میگیره، ما را خستگی میگیره، ما میخوابیم، ما محتاج به ازدواج هستیم، ما محتاج به اولاد هستیم. الله سبحانه و تعالی از تمام عیب هایی که ما مخلوقات داریم سلامت است، پاک است، منزه است. پنجم، السلام ذاتی هست که برای مخلوقات خود سلامتی میبخشه. یعنی وقتی که ما و شما صحت داریم، عافیت داریم، راحت داریم، از کجا شد این صحت و عافیت؟ ذات السلام است که برای ما و شما سلامتی بخشیده. پنجم، السلام ذاتی است که حکمش از ظلم پاک و سالم هست. یعنی وقتی حکمی صادر میکنه، هیچ وقتی در حکم الله سبحانه و تعالی کدام ظلم نیست. به اندازه مثقال ذره الله سبحانه و تعالی بالای کسی ظلم نمیکنه. اگر ما به دوزخ میریم، مشکل از خود ما هست که یا گناه های کبیره کردیم و یا دوزخی های دیگه، کسایی که کفر میکنن، شرک میکنن، ارتداد میکنن، به قوانین طاغوت تسلیم میشن، سبب رفتنشان به دوزخ میشن. الله به کسی ظلم نمیکنه. و ششم، السلام به این معنا هست که الله سبحانه و تعالی ذات السلام هست، یعنی بنده مؤمن موحدش از عذابش در امن و سلامتی می باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.